عزیزان میگن دعای پدر و مادر دو پهلو دارد. بچه های عزیز، اینجا همه بچه هستی، خیال میکنم اکثر شما پدر و مادر داشته نیستی. عزیزان میگن پدر و مادر دعاش دو پهلو دارد، دو جنبه دارد، دو طرف دارد، یا طرفی سازندگی و سبزندگی یا جنبه سوزندگی خار کنندگی. اگر خدمت اونها رو کنیم، دعاشان گیریم، اونها رو نوازش و مهربانی کنیم، اونها رو خواهشاشان اجرا کنیم، اونها رو جای میخواستگیشان گرفته بریم. کتاب رو نزدیم یک موسفید رفت با بیدید شکایت یکی باهایشان گاه من پیاده است پشلاق بیرون میرم برای نماز جمعه، بچم ماشین سوار از پیشم میگذره سوارم نمیکنه. بچه پدری خوشی سوار نمیکنه، ماشین مرسیدس چلکی میشه. کفنون چه هم ماشین مرسیدس دیده الهی هم ماشین تابوت شود. اون مرسیدس تو به دعای همه یافتی، تو از امون دو قطره آبی پلیدی هوای شدی. اصلت از قطره منی لایق تو نیست منی، از رهی بول شدی کبر و منی ها چی کنی. تو همان جیفه ای این حسن و کمال تو از اوست، باش خاکی رهی او میل به بالا چی کنی. بنابراین عزیزان من با دعای پدر و مادر والله شما می